خب خوش اومدین. اومدیم با آموزش سورا. هیرویی که جدید اومده 130مین هیروه اگه اشتباه نکنم. خلاصه میگم هیرو فایتر و اساسنه همونطور که میتونید ببینین، ولی رول اصلیش اکسپلینه. جانگلرش بدی نیست چون میتونه با اولتاش ریتریبیوشن وین کنه، استان نمیخوره این داستان، اونو بهش میرسیم. ولی رول اصلی و پیشنهادیم اکسپلینه. یکی از اکسپلینه اوپی هم هست، میتولیت بیشتر. ارلی خیلی خوب نیست، باید یه سیف باش پلی بدین، مثل هیروی مثل یوجانگ، زیلانگ این سیزن مخصوصا باف شده، گلو اینا اذیتش میکنن ارلی. ولی تو میتولیت تو تیم فایت خیلی به درد میخوره. سولو تارگتش خیلی خوبه تو اساسا مودش، تانک مودش برای تیم فایت واقعا عالیه، گرب زیاد، استان زیاد. خلاصه که اتوبان بدین اصلا شک نکنه. خب بریم آموزش اسکیل یکیش تو مود معمولیش یا وقتی که اولت نزده یه همچین شکلیه. توی این دایره کوچیکه دوتا مش میزنه، بعد تو اون خط بلند مشتش سومشو پرتاب میکنه این شکلی. وقتی دوتا مشت اولشو میزنه یه دشی رو به جهتی که بگیرین میپره این شکلی. مثلا من چپ بگیرم میپره چپ و مشت سومو بعدش میزنه. اینم دقت داشته باشین. نورمال تک معمولی، بعد دوتا فیزیکال. خب اسکیل دوش یه دش اینطوریه که توی مسیر اگر به چیزی برخورد کنه تو همونجا کنسل میشه. مثل چی بهتون بگم، نه هیروی بزنم نمیاد الان. یه سری هیرو هستن که به لحظه برخورد رنجش درسته اینقدر، ولی زودتر برخورد کنه اینجا برخورد کنسل میشه باشه. این حواستون باشه اگه فرار میکنه انمی پشتتون بیفته به جهت مخالف بزنه. یه مکس ریزی هم داره، یه ریزه میره عقب بد میاد جلو. این حواستون باشه. خب اولتیمیت دو تا اولتیمیت داره. دو تا اولتیمیت خیلی مهم که لحظه رفتن تو اولتشون هم یه پسیو و یه ابیلیتی خیلی خاص داره. اولت مود اساسن آن تارگتبلتون میکنه، آن استانتون میکنه، یعنی نه استان میخورین نه قابل تارگت شدنی، خوراک داج دادنه، خوراک ریتری بتل تو جانگل، خوراک فرار، اصلا عالیه. نگاه اینطوری میزنه 3 تا، بعد میره تو اساسن مود همونجوری که میبینی رنج دمیج سوم ابیلیتی یکتون بیشتر میشه و ابیلیتی دوتون کولدان ریداکشن میگیره. 2 بار میتونین یوزش بدین توی مودتون. و وقتی بار زیر اسمتون، بذار من یه دونه دمیج باکس بذارم. خب بار زیرتون به 5 تا میرسه اولتیمیتتون فعال میشه. اولتیمیتتون 15 تا دمیج رگباری پشت سر هم میده که خیلی زیاده. یعنی واقعا نو آیتم الان داره 9 کی دمیج میده. اوپیه اصلا فول لف ببندینش تو ایکس پی. تو مود اساسنش که میره جبران میکنه براتون، یه جوری دمیج میده انگار فول ماجیک بسته. این ناموسو نگاه کن. خب یه نکته داره پسیو، همینجا معلوم شد. پسیو اساسن مودش اینه که وقتی میره تو مود اساسن 1% از اچ پی شو یا مکس اچ پی خودش قربانی میکنه که دمیجی که میده بیشتر بشه. اینو باید حواستون باشه. نگاه کنید از 2700 مکس از 3900 مکس اچ پی میشه 2700، تقریبا حدود 20%، آره 20 یا 25% از اچ پی خودشو فدا میکنه، به دمیج خودش زیاد میکنه. مود تانکش همونطور که میبینین وقتی میخوای فعالش کنی رنجش بیشتره. چرا؟ چون مثل اولت تیگریل که همه رو جمع میکنه وسط، اینم میزنی همه رو گرب میکنه وسط. مکس اچ پی تونو زیاد میکنه یکی، البته تو بیس مثل از 900 میشه 4700، تقریبا 18% تا 20% مکس اچ پی بهتون اضافه میکنه. ابیلیتیاتون توی این مود استان میدن. نگاه ابیلیتی یکتون استان میده، دوتون گرب استانه، شبیه اولت آلفا میمونه، میتونین گرب کنین انمیو خودتون کمبو بزنین. و
اولتیمیتش اسلوتر از مود اساسنشه ولی بازم دمیج نسبتا خوبی میده. اینو با پتریفایی که ترکیب میکنی اینطوری میگیری تخ 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 جیر میده. بریم کمبوی پیشنهادی بهتون میگم. توی مود معمولی سعی کنین کلا فایت ندین چون کولدان اولتیمیتش 22 ثانیه است. تو هر فایتی میتونین تقریبا از اولتش استفاده کنین. 20 ثانیه واقعا چیزی نیست. خساست به خرج ندین. تو هر شرایطی اولتتون رو به درستی انتخاب کنین و فایت بدین. اگه یک به چندین برین تو مود تانکتون سفت چین بتونین راحت تر اسپل لمپ بگیرین و سوروایو کنین. اگه یک به یک یا یک به دو گیر افتادین اساسن مود خیلی بهتره چون راحت و اساسن مود دوتاشون هم نکشین یکیشون رو دیلیت میکنین. کومبو شما میتونید با مود معمولی با 2 کچ کنی، 1 بزنی، بری تو اساسن مودت 1 2 1 2 اولت. یه کومبو دیگه هم هست شما بخوای مستقیم با اولتت شروع کنی چون من با اولت 2 یا 1 فرق نداره. اولت اساسا شروع میکنین 1 میزنین 2 1 اولت. اسپل پیشنهادی برای ایکسپی لین بهتون پتریفای پیشنهاد میکنن و فلیکر. برای جنگل که ریتریبیوشن اصلا سوالی نداره. بیلد و امبل ما رو میگم بهتون یکم دیگه بعد کومبو. خب به درد روم نه هیراد به درد روم نمیخوره. میتونی باش روم بده خب ولی روم فول تانکی نیست. مثل شبیه جاهده ولی به سفتی جاهد نیست. مثلا میتونید با تانک مودش راحت گرب کنید تیم فایتو. با یه سری کومبوها اوکیه. مثلا اگه تو اینو بخوای روم بیاری ایکسپی لینت باید گتود یا چه میدونم لاپو پیک کنه. کومبوشو باید دابل استان کنین یا تریپل فایتر بچین اینو بخوای روم بیاری. بعد چون ایرلی نیست انگوش میشی. نه عملا انگوشت میکنه. هر کی بیاد یه خفرا مثلا بیاد رد شه کنار نصف اچ پیت میکنه انگوشت میکنه میره. خب دیگه. خب کومبو دوم که با اولت تانکتونه. با اولت تانکتون گرب میکنین پتریفای میزنین 1 میزنین 2 میچسبونین تو دیوار دوباره 1 میزنین اولت. هم دمیج نسبتا خوب میده 7 کی بدون آیتم هم استانش خیلی رو مخواه. این تو مود تانکش خیلی استان میده. این اصلا عجیب غریب استان میده. نرفش بدن استانشو. هر مشتی که تو اولتش میزنه یه ثانیه یه صدم ثانیه استان میده. شاید بگین به درد نمیخوره. اگه اینو داری میگی نوبی بیناموس نگو. اون یه ثانیه‌ای که میده خیلی از اسکیلا رو کنسل میکنه. تو این اولتو بزنید هرچی اولت تایم بالا مثل فارسا اینا همه رو کنسل میکنه. خیلی یوزفوله تو تیم فایت. تو راحت میتونی 3 تا اولتو بگیری و کنسل کنی بدون اینکه آخ بگی فقط با فعال کردن اولتت. خب برای جانگل اینوید یه دونه کومبو بهتون میگم چون خودم مین جانگلم میدونم جانگل حال میده. میخواین گنگ بدین اگه اون مارکسمن باشه مینیون چیز پشتیه زیلانگ پشتیه رو مارکسمن در نظر بگیریم. شما با 2 میای اساسن مود 1 2 قرارم بخواد بکنه یک کچش کردی مرده 12 کی دمیج نو آیتم. خب این کومبوهای پیشنهادیم بود. این کومبو رو معکوس هم میتونین اجرا کنین. چرا؟ چون کلا کولدانای سورا نمیدونم چرا بیناموسا کمش کردن خیلی کمه. یعنی تو 1 میزنی 2 ثانیه و دوره یکت میاد 4 ثانیه دوش هم 7 ثانیه کولدان رو. خب بریم برای امبلم. من عکس امبلم ها رو میذارم براتون.
برای جانگل پایینی است و برای فایتر همینی که الان تو ویدیو هم دارم استفاده میکنم اینه. فستیوال آف فلاد، بریو اسمایت و رپچر. کور آیتمتونم وارگزه، دوتا بیلدار الان نشونتون میدم. کور آیتمتون وارگزه، بعد سیزن هانتر به خاطر موومنت اسپید بوستی که میده و دمیج و پن و کولدان ریدکشنی که میده کلا. کوین وینگز بعد ببندین. اوراکل. اینا کور آیتماتونن، این سه تا این چهار تا همیشه همینه، مگه اینکه روبروتون به آنتیل نیاز دارین یه دومینیک هایس میاری جای هانتر استرایک. هانتر استرایک یه دونه عقب‌تر میبندی. اگه نه، اگه همه چی اوکی بوده، لیت گیم ماجیک 100 اذیتتون میکنه چون بیس ماجیکال دفنسش خیلی پایینه. آتنا یا ریدیانت ببندین. برای جانگلش هم مالفیک رو میبندین که نفوذتون به دفنس بیشتر بشه، پن بیشتری بگیرین، دمیجتون کم نه، جیر بدین. خب این بودش آموزش سورا. تنها نکته‌ای که مونده بهتون بگم اینه که با سورا تو اکسپلین اینوید ندین، ارلی میخورین مثل سگ. هیرو اینویدری نیستش. جانگل هم سعی کنین قبل لول 3 فایت ندین، به لول 4 که میرسه خیلی قوی میشه، ولی قبل اون مثلا فایت ندین. جانگلر روبروتون جولینه، سویو خیلی پیک میشه این سیزن، جولین خیلی داره پیک میشه ذره بافی که گرفته. این دوتا روبروتون بودن، جوی روبروتون بود. ارلی سولو وان وی وان فایت ندید. مواظب خودتون باشین. پیس اوت.